سلام، وقت شما بخیر. سلام و درود. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی متشکرم. من چند تا سوال داشتم با راجع به همین مسئله تاب‌آوری. بله. از چه زمانی رسانه تاب‌آوری رونمایی شده؟ ببینید، ما در سالهای اخیر در ارتباط با تاب‌آوری که فعالیت می‌داشتیم تحت عنوان باشگاه تاب‌آوری ایرانیان و خانه تاب‌آوری ایرانیان فعالیت می‌کردیم. با توجه به همپوشانی این عناوین با سایر وبگاه‌های اینترنتی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دیدیم که نیازی که به هر حال اون استقلال عمل ما حفظ بشه، اومدیم یک نیازسنجی انجام دادیم و بر اساس نیازسنجی که انجام دادیم از سال 1400 روی رسانه جدیدی کار کردیم تحت عنوان رسانه تاب‌آوری اجتماعی ایران که نام دومش رسانه تاب‌آوری ایرانه و اطلس فارسی تاب‌آوری ایران هم اطلاق میشه به این رسانه که با آدرس talisweb.ir و همچنین socialresilience.ir همین الان برای عموم علاقه‌مندان به مبحث تاب‌آوری در دسترس هستش. از طریق تیم تخصصی رسانه تاب‌آوری ایران اداره میشه. کارگروه مترجمین داره، کارگروه تولید محتوا داره و تا این لحظه 4460 مطلب در این رسانه منتشر شده که کاملا مطالبش سئو شده هستن به عنوان زیرسازی های در واقع محتوایی این مطالب منتشر شدن و در همین ماه اخیر ما دیگه اعلام فعالیت کردیم و به شکل رسمی از طریق رسانه‌مون رونمایی رو انجام دادیم. تو این رسانه‌ای که گفتین قسمتی هست که مردم بتونن نظرات یا حتی سوالات پیش اومده رو داشته باشن؟ بله حتما. یکی از مهمترین فعالیت ما دریافت بازخورد هاست. در این که ما مطلبی رو منتشر کنیم و فیدبکی دریافت نکنیم، بازخوردی دریافت نکنیم، در واقع کاری نکردیم. ما حتی موضوعاتی که درش تولید محتوا داریم بر اساس همین بازخوردها تعیین میکنیم. یعنی بر اساس فیدبکی که دریافت میکنیم میبینیم در مورد یک مبحثی سوال کردم، یه موقع حتی بازخوردهایی که دریافت میکنیم ربطی به موضوع مقالات ندارن. مثلا سوالی در اون پرسیده شده که اصلا با عنوان مقاله همخوانی نداره، ولی ما همون سوال رو هم دنبال میکنیم و با اتاق فکر رسانه ایران مطرح میکنیم و بر اساس تصمیم گیری‌هایی که اونجا میشه عناوین موضوعی که به صورت هفتگی قراره تولید محتوا داشته باشیم تعیین میشه. یعنی ما جمعه به جمعه میدونیم که مثلا 10 یا 15 مطلبی که قراره در رسانه تاب‌آوری اجتماعی ایران منتشر بشن کدوم مطالب هستن. خیلی ممنون از شما. و مورد بعدی که لازمه عرض کنم این که مطالبی که در این رسانه منتشر میشه و همچنین مجله اینترنتی مددکاری ایران طی یکی دو سال اخیر تمامی مطالب سئو شده و استاندارد هستن. یعنی کلیه پارامترهای سئو سازی در این مطالب اجرایی میشه و توسط جناب آقای معراج علیزاده که مسئول فنی و مشاور سئو رسانه ما هستن همشون ارزیابی میشن و بعد از ارزیابی نهایی ایشون در رسانه ما منتشر میشن. دست شما درد نکنه.